دیروز وزیر جنگ امریکا، بله درست شنیدید دوستان عزیز، وزیر جنگ، زیرا آنها وزارت با نام جنگ دارند که وظیفه این وزارت ایجاد نمودن شعله جنگ در سراسر دنیا و کشتن زنان طفلان بیگناه است. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه با شما می جنگند، از جنگیدن خسته نمی شوند، همیشه به کشورهای مسلمانی حمله می کنند، همیشه مرکزهای تمدن اسلامی را بمباران می کنند. دوستان عزیز، روزه‌داران گرامی، آیا افراطگرایی دینی از این دیده بیشتر می شود؟ مگر بیرویی، شیطنت، مکر، دسیسه از این بیشتر وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، در شبهای رمضانی می خواستیم با سلسله برنامه با پیامبران باشیم، اما چند روز قبل شیاطین انسی بر خاور میانه هجوم ها انجام دادن و انجام داده ایستادن که خواستیم اطراف این موضوع چند نکته را بیان نماییم. این قوه های شر 2 سال قبل علیه شهر غزه فلسطین هجوم ها کرده، طفلان و زنان زیادی را به قتل رسانیدند. حالا باشد بر ایران هجوم کردند و قبل از ایران به افغانستان و بعد از افغانستان به عراق چنین حمله های بربری انجام داده بودند. دیروز وزیر جنگ امریکا، بله درست شنیدید دوستان عزیز، وزیر جنگ، زیرا آنها وزارت با نام جنگ دارند که وظیفه این وزارت ایجاد نمودن شعله جنگ در سراسر دنیا و کشتن زنان طفلان بیگناه است. عیناً همین وزارت، هواپیماهای همین وزارت دیروز با همکاری با البته هواپیماهای رژیم کودککشی صهیونیستی بر مکتب ابتدایی در ایران هجوم کرده، آن را بمباران کردند که در نتیجه 160 خواننده نورس به شهادت رسید. بله نام این وزارت عجیب است، اما عجیبتر از آن سخن این وزیر بود. وزیر جنگ امریکا پیت هگز می گفت جنگ علیه ایران جنگ مقدس است و ترامپ انتخاب شده از جانب عیسی مسیح است و بمباران کردن ایران این نقشه خداوندی است. دوستان عزیز، روزه‌داران گرامی، آیا افراطگرایی دینی از این دیده بیشتر می شود؟ مگر بیرویی، شیطنت، مکر، دسیسه از این بیشتر وجود دارد؟ چرا سکولار تاجیکان دینستیز که چهره های نامبارکشان به همه معلوم است که بجز موضوع افراطگرایی دینی و هجوم علیه اسلام و شریعت موضوع دیگری برای معروضه ندارند، چرا افراطگرایی نصرانی را دیده نمیتوانند؟ چرا در این نوع ضیائیان و سکولارهای تاجیک این دخورگی دیده می شود؟ طیق زبان آنها همیشه علیه اسلام، علیه شریعت، علیه حج و عمره، علیه قرآن روانه است. اما چنین افراطگرایی مسیحی، چنین هجوم و چنین کودککشی را به نام دین در نصرانی ها نمی بینند. چرا چنین دخورند؟ و اگر شخصی چنین مزدور دخوره باشد، آیا او را میتوان ضیایی گفت؟ این طایفه ضیائیان و سکولارهای تاجیک وقتا مسلمان، حالا نمیگیم اگر حزب تأسیس کند و پارلمان راه یابد و از حقوق مسلمانان حمایت کند، نه، همین که از سیاست دهان گشاید. مسلمانی اگر از سیاست حرف زند، در حال را اتهام میزنند و میگویند از دین به منفعت سیاسی سوء استفاده میکنید. به چنین مسلمانان اعتراض کرده میگویند دین از سیاست جداست، سیاست از دین جداست، به سیاست کار نگیرید. آیا گفتار و رفتار این وزیر بی‌نسل و بی‌نسب امریکایی سوء استفاده از دین، سوء استفاده از انجیل به نفع سیاست بلکه برای هجوم علیه کشور دیگر نیست؟ آیا گفتار و رفتار او آمیخته نمودن دین با سیاست و سیاست با دین نیست؟ رخداد دیگری، صحنه دیدنی تری. دیروز روز پنجشنبه 5 مارس، رئیس جمهوری کنونی امریکا ترامپ چند تن از قسیسان معبدها را به دفتر خود در کاخ سفید فرا خواند، جیغ زده، از آنها خواهش کرد تا مراسم دینی برپا نموده برای پیروزی علیه ایران دعا کنند. دعای پیروزی را قسیس مشهور تام ملینز که راهبر کلیسای مشهوری با نام همراهان عیسی مسیح در ایالت کالیفرنیا است قرائت نمود. این مراسم دینی
این دعاخانی به تعبیر دیگر، نه در خانه شخصی ترامپ یا نه در محراب معبد کلیسای، بلکه در دفتر رئیس جمهور در کاخ سفید انجام یافت. این عمل آنها مگر با افسانه بافته در ذهن مسلمانان جا کرده شده که دین از سیاست جداست در تناقض نیست؟ بله، به ما مسلمانان همواره تکرار کردند، تلقین کردند که دین از سیاست جداست، اما خودشان سیاست خود را بلکه هجوم علیه کشورهای دیگر را بر اساس دین و اعتقاد خود براه ماندند. سیاست خود را سیاست واقعی جلوه دادند، یعنی سیاست از تأثیرات اعتقادی دور، اما در عمل بر اساس اعتقادات دین خود، دین نصرانیت، و بر اساس کینه و نفرت همان جنگ‌های صلیبی عمل میکنند. دوستان عزیز، این امریکایی که میبینیم امریکای جدید نیست. این همان امریکایی است که بیشتر از 200 سال قبل تأسیس یافته و در طول همین 2 قرن همواره به هر گوشه دنیا حمله کرده، طفلان و زنان میکشد. منظور به عالم اسلامی بیشتر، البته با شعارهای حقوق و آزادی و دموکراسی. امریکای امروز همان امریکای دیروز است. تنها فرق در این است که راهبران پیشین آنان با مکر و دسیسه و با پنهانی علیه عالم اسلامی دسیسه ها میکردند، زیان میرسانیدند، اما راهبران کنونی آن آشکارتر به شیوهی اوباشیتری عمل میکنند. دوستان عزیز، وقت ما از امریکا یا از عالم غرب حرف میزنیم، منظور مردم امریکا یا مردم کشورهای غربی نیست، بلکه نظام هایی که علیه اسلام و علیه تمدن اسلامی کینه ها و نفرت دارند. این قوه های غربی در رأسشون امریکا در خاور میانه تنها 2 چیز میبینند: نفت و رژیم کودککش اسرائیل. نفت باید به هر راه، به هر وسیله دزدیده برده شود و این رژیم کودککش باید به هر راه، به هر قیمت حمایه کرده شود. باقی مردم و کشور و وطن این منطقه برای آنها هیچ ارزشی ندارد و قطره نفت برای آنها از قطره خون آدمان ساکنان خاورمیانه به مراتب بالاتر و ارزشمندتر است. چند روز قبل سناتور دیگری امریکایی با نام لیندسی گریم در صحبت ویدیویی در رابطه جنگ علیه فلسطین و ایران آشکار می گفت این جنگ دینی است. دوستان عزیز، دلیل دیگر بر این که آنها با کشورهای مسلمانی، با عالم اسلامی بر اساس دین و اعتقادشان می جنگند و جنگهای خود را جنگهای مقدس می شمارند و اینکه سیاست از دین جدا نیست، دلیل دیگر این گفته ها این است که مجله مشهور بریتانی گاردین مقاله تحقیقاتی را از جانب روزنامه‌نگار سارا براون نشر کرد که مقاله میگوید در بیشتر از 30 پایگاه نظامی امریکایی فرماندهان به افسران تشویقات برده میگفتند جنگ علیه ایران جنگی است که خداوند فرموده. یعنی به افسران روحیه میبخشیدند، تشویقات میبردند این فرماندهان که این جنگی است که خدای شما برای شما آن را فرموده. آیا این دلیل دیگر بر این نیست که سیاست از دین جدا نیست؟ این که آنها با خود اسلام مشکل دارند و با تمدن اسلامی نفرت و کینه دارند. دوستان گرامی، این چیزهایی است که آنها به زبان آوردند و میآورند. تصور کنیم که آنچه که در دلهای آنهاست چگونه است. قرآن عظیم الشان در این مورد میگوید قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. خداوند عزوجل بندگانش را از این حقیقت خبر کرده ایستاده است، بندگان مؤمنش را آگاه کرده ایستاده است. میگوید دشمنی آنها یعنی کفار نسبت شما ای مسلمانان در زبانشان پدیدار است، هویداست، میبینید، و آنچه که در دل دارند نسبت شما از کینه و نفرت بزرگتر از این است. یعنی آنچه که از زبان آنها صادر شد و شنیدیم، این در مقایسه با آنچه که در سینه های تاریکشان از نفرت و عداوت دارند این خیلی کم است. این آیه سوره آل عمران بود. در سوره بقره خداوند عزوجل از خصلت دیگری کافران برای بندگان مؤمنش خبر داده و تعالی فرموده ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. و آنها یعنی کافران
همیشه همواره با شما می جنگند تا شما را از دینتان برگردانند اگر توانند. این خبری یقینی خداوندی علیم و حکیم است. از خصلت دائمی آنها ما را خبر کرده. همیشه ولا یزالون، این کلمه در زبان عربی به معنای استمراریت، همیشگی، بردوامی دلالت میکند. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه با شما می جنگند، از جنگیدن خسته نمیشوند، همیشه به کشورهای مسلمانی حمله میکنند، همیشه مرکزهای تمدن اسلامی را بمباران میکنند. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه خون مسلمانان میریزند، همیشه زنان و طفلان مسلمان میکشند. ولا یزالون یقاتلونکم، مقصدشان چیست؟ حتی یردوکم عن دینکم، تا شما را از دینتان برگردانند، تا کشورهای مسلمانی امن و آسایشتگی نداشته باشد، تا فرد مسلمان نه درباره آزادی و سلاح و قوت بلکه درباره لقمه نان همان روزه اش فکر کند، تا اینکه تمدن اسلامی دوباره به پا نخیزد و تمدنی بر اساس منکرات و فحشا و فساد بنیاد گشته آنها را مزاحمت نکند. خداوند عزوجل از این خصلت آنها، از این نقشه شوم آنها خبر داده. همیشه با شما می جنگند، زیرا وجود دین اسلام، وجود مسلمان راستین برای آنها خطر دارد. برای تمدن آنها که مبنا بر تجاوز طفلان و بر غارت و بر ظلم و ستم است، تمدن شما بر تمدن آنها خطر دارد. بنابراین نمیخواهند این تمدن دوباره به پا خیزد، نمیخواهند دین اسلام به سیاست نزدیک شود، دوباره مسلمانان حاکمان روی عالم شوند. این چیز را نمیخواهند. آنها همیشه با شما می جنگند، پس شما همیشه می باید در حال آمادگی یا آماده شوی باشید. ولی با وجود این همه درگیری ها، با وجود این همه مکر و دسیسه و نیرنگ ها علیه مسلمانان، علیه کشورهای مسلمانی، حقیقتی که مسلمان می باید در دلش آن را داشته باشد، با آن حقیقت یقین داشته باشد که این دین او تعالی است، با قدرتش آن را حفظ می کند و این دنیا ملک او تعالی است که در ملکش تنها تدبیر او عملی می شود، جاری می شود. همه تمدن ها از بین رفتند، به جز نام از آنها چیزی دیگری باقی نمانده، به جز تمدن اسلامی که هنوز زنده است، هنوز به عالم هدایت ها، راهنمایی ها می دهد، هنوز شخص مسلمان به اهل عالم پیام رحمت می دهد. علامه اقبال در بیان این حقیقت این که اسلام دینی است که همیشه پایدار باقی می ماند، تمدن اسلامی همیشه تا روز قیامت باقی خواهد ماند، بیت‌های زیبایی دارد. میگوید رومیان را گرم بازاری نماند، آن جهانگیری جهانداری نماند، شیشه ساسانیان در خون نشست، رونق خمخانه یونان شکست، مصر هم در امتحان ناکام ماند، استخوان او طی اهرام ماند، امت مسلم ز آیات خداست، اصلش از هنگامه قال و بلاست، از اجل این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی، تا خدا ایطفئوا فرموده است، از فسردن این چراغ آسوده است، در جهان بانگی از آن بود است و هست، ملتی اسلامیان بود است و هست. تا ابد بانگی از آن در روی عالم خواهد ماند، تا دنیا هست مسلمان در روی عالم خواهد بود. این وعده الهی است، این حقیقت مطلق قرآنی است. در حفظ و امان خداوند باشید.